شب یکشنبه 27 نوامبر صدها اعتراضگر با پلیس شانگهای دست به گریبان شدند. طلب لغو محدودیت‌های مربوط با مقاومت به کووید در چین 3 روز پیش بعد سوختار مرگبار در ولایت غربی شینجان آغاز یافته، حالا در سراسر این کشور توسعه یافته است. سرکشی دستجمعی عملی نادر در 10 سال رهبری سی جین پینگ به شمار می رود. مردم از محدودیت‌های ضد سرایت کووید که 3 سال اینجانب دوام دارد به غضب آمده است. اعتراض در شهرهای ووهان و چنگدو و یک عده دانشگاه‌های سراسر چین نیز جای داشت. سی جین پینگ می تواند که به سادگی سیاست نو را در رابطه با کووید اعلان کند، ولی این تغییر امکان دارد همچون ضعف رژیم ارزیابی شود. رهبر چین از جانبداران مبارزه برای محو کامل کووید است و اخیراً این سیاست او دستگیری یافته بود. حالا او نمیخواهد که زیر فشار اعتراضگران از اقدامهایش دست کشد. 24 نوامبر بر اثر سوختار در یک بینای بسیار طبقه شهر ارومچی ولایت غربی شینجان کمش 10 کس به هلاکت رسید. این حادثه باعث واکنش‌های زیاد در شبکه‌های اجتماعی گردید. کاربران محدودیت و گوشه‌نشینی مربوط با کووید را یکی از سبب‌های فوت انسان‌ها عنوان دادند. 4 میلیون اهالی این ولایت هممرز با تاجیکستان طولانی ترین کرانتین را پشت سر کرده دوام 100 روزی گذشته اجازت نداشت از خانه بیرون شود. اما روز شنبه مقامداران ولایت شینجان نشستی مطبوعاتی برگزار نموده تاکید کردند که محدودیت‌های مربوط با سرایت کووید به سوختار و فوت آدمان ربطی ندارد. روز یکشنبه پلیس چین افسران زیادی را به مکان اعتراضها در شهرهای شانگهای و چنگدو سفربر کرد. در شهر ووهان که سرچشمه سرایت کووید به شمار می رود، اعتراضگران با ورق خالی در دست به کوچه ها برآمده به طرفداری از برکنارشوی سی جین پینگ صدا بلند کردند. مثل آن در چندین شهر دیگر مردم ناراضی گرد هم آمده قطع محدودیت ها را در میان گذاشتند و قبل آنها تا هنوز در شهرهایی که یگان حادثه کووید ثبت نشده است محدودیت و گوشه‌نشینی جاری می باشد. در دوران رهبری جین پینگ در چین فضای دیگراندیشی تقریباً محو شد. مردم عادتاً ناراحتی خود را در شبکه‌های اجتماعی بیان می‌کنند. شورای آمریکایی یادآور می‌شود که مقیاس اعتراض کنونی در مقایسه با گردهمایی‌های سال 1989 در میدان تیانانمن پکین خردتر است، ولی آن همگی یک ماه پس از انجمن حزب کمونیست چین که حکم سی جین پینگ را تمدید کرد به وقوع پیوسته است.